بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بینندگان محترم، به بخش خبری ساعت 19 خوش آمدید. عبور 31 فروند کشتی تجاری از تنگه هرمز در شبان روز گذشته. روابط عمومی نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه اعلام کرد در شبان روز گذشته 31 فروند کشتی نفتکش، کانتینربر و سایر کشتی‌های تجاری با هماهنگی و تأمین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند. نیروی دریایی سپاه همچنین تاکید کرد مسیر مشخص و ایمنی برای عبور و استمرار تجارت جهانی را ایجاد کرده، حتی با وجود تجاوز ارتش تروریستی آمریکا و ایجاد ناامنی بی‌سابقه در کل خلیج فارس و به طور خاص تنگه هرمز. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت از شروع جنگ تحمیلی سوم تا 30 اردیبهشت امسال بیش از 6 میلیون تن کالا از بنادر جنوبی کشور جابجا شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20% افزایش داشته است. به گفته آقای اکبری، تسهیل ترددهای مرزی در گمرک و افزایش تخلیه و بارگیری در بنادر شمالی هم با همکاری استانداران استانهای شمالی در دستور کار قرار دارد. وی با اشاره به ظرفیت بالای بنادر شمالی برای توسعه تجارت و حمل و نقل کالا تاکید کرد. توسعه راهگذرهای شمال جنوب و شرق به غرب با سرعت در حال انجام است. رئیس پلیس گذرنامه فراجا گفت شمار قابل توجهی از ایرانیان مقیم خارج از کشور در 82 روز گذشته از طریق مرزهای زمینی، هوایی و دریایی خود را به کشور رساندند و در تمام این مدت حتی لحظه‌ای خدمات پلیس گذرنامه متوقف نشده است. تا این لحظه 1,500,000 نفر ورود به کشور داشتیم که به هر حال عدد قابل توجهی. مرزهای زمینیمون، مرزهای دریاییمون، مرزهای ریلی کماکان فعال بوده. هر جایی که ظرفیت و امکان خدمات بوده و تهدیدی برای هموطنانمون نبوده سعی کردیم ما حضور داشته باشیم و خب خدمات رو ارائه بدیم. هشدار درباره پیامدهای برخورد وحشیانه با اعضای کاروان صمود. سخنگوی وزارت امور خارجه تحقیر اعضای بازداشت شده کاروان صمود را از جانب وزیر صهیونیست تکان دهنده دانست. آقای بقایی این رویداد را با مسئولیت مطلق رژیم نازی در برابر جنایت‌های آن مقایسه کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه خطر واقعی را سکوت دولت‌های غربی در برابر نسل‌کشی رژیم صهیونیستی دانست که باعث عادی سازی، استمرار و تشدید جنایت‌های این رژیم شده است. مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در نشست با فعالان و تصمیم سازان عرصه امنیت غذایی یکی از چالش‌های اصلی در این حوزه را فرآیند رسیدن کالا از کارخانه به دست مشتری با قیمت و کیفیت مناسب دانست و گفت گروه‌های بسیاری در کشور می‌توانند به تولید کنندگان بزرگ کمک کنند. آقای مخبر با اشاره به ضرورت حل مسائلی مانند حقوق گمرکی، عوارض، چالش‌های مرغداری، گوشت قرمز، تخم مرغ و وصول مطالبات تاکید کرد امید دشمن بعد از شکست خود در میدان جنگ نظامی در حوزه فشارهای اقتصادی است و اکنون تولید کنندگان باید با همت خود او را در عرصه اقتصادی هم به استیصال برسانند. تو این مدت رو شما مدیریت کنید، چون دشمن هم کل امیدش به فشاریه که رو مردم بیاد و مردم آستانه تحملشون و تاباوریشون تموم بشه، به اون دل بستن. بانوی فرهنگ عنوان برنامه است که جمعی از اهالی قلم سالانه برگزار می‌کنند تا ضمن بازخوانی روایت‌های مختلف داستانی برگزیدگان و آثار برتر را معرفی کنند. امسال این مراسم در باغ کتاب تهران برگزار شد. قصه این تن 9 سالی میشه که از تولدش میگذره. بانوی موفق نویسنده رو معرفی می‌کردیم و بانوی فرهنگ کانونی برای تربیت بانوان صاحب قلمی که به زبان و ادب فارسی به معنا و محتوا تعهد دارن. مهمترین ویژگیش اینه که دوستانمون از همه شهرها اینجا دارن آموزش می‌بینن. کلاس‌های مجازی داریم و سال 1403 16 کتاب از نویسندگان ما منتشر شد و 1404 20 کتاب از نویسندگانمون در واقع نوشته شد که الان به ناشر سپردیم که انشاءالله منتشر بشه. سالهاست در دل این کانون چهره ها رشد کردن. نویسنده متعهد و متخصص تربیت میکنیم. تمام سعیمون اینه که هم متعهد باشن هم متخصص باشن. چند سالی میشه که این تندیس در دستان چهره فرهنگی سال هم قرار میگیره.
این بار نوبت به خبرنگار پیشکسوت خبرگزاری صدا و سیما رسید، میترا لبافی. برای سلامتیتون یه سلامت بفرستید. از خانم لبافی درباره خاطر انگیزترین گزارش‌هاش از نگاه خودش پرسیدیم. مجموعه کاری داشتم توی اخبار 22 تحت عنوان چلتیکه که خودم همیشه فکر می‌کردم در واقع محصول سالهای خبرنگاریمو توی اون خلاصه کردم که در اون در واقع گزیده‌های از اخبار فرهنگ و هنر رو می‌گذاشتم، اما همه جنبه تولید خبر داشت. یعنی به خاطر هر یک آیتمش هر هفته من میرفتم یک مصاحبه‌ای میگرفتم، تمام خبرها رو رصد میکردم و یک اشرافی رو کل در واقع حوزه فرهنگ پیدا کرده بودم. خیلی اون به خاطر نوع تیتراژش، زمان پخشش، حال و هوایی که تو اون شرایط تولید داشتم به دلم چسبیده بود و خب کتاب هم در واقع جزو اونها بود. این آیین در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و در باغ کتاب برگزار شد. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما. و بارش باران در مناطقی از کشور. سازمان هواشناسی اعلام کرد آسمان غرب، شمال غرب، سواحل خزر و دامنه‌های البرز ابری و بارانی است. امروز از برخی نواحی کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، زنجان، همدان، قزوین، البرز، تهران و همچنین خراسان رضوی رعد و برق و رگبار باران گزارش شد. دمای هوا هم در این مناطق به طور نسبی کاهش یافته است. پایان این بخش خبری. متشکرم از همراهیتون. وقت بخیر. خدا نگهدار.